بعد از مدت‌ها با یه تیست رستورانی و یه اناربیج ستاره دار اومدم پیشتون. رستوران جان جهان. از حیاط که با چمن و گل دیزاین شده بود عبور کردم و به سالن غذاخوری رسیدم. سالنی پر از رنگ و نور و آرامش. تو نگاه اول ست قاشق چنگال و لیوان شدیداً نظرمو جلب کرد. به عنوان پیش غذای رایگان کشک بادمجون آوردن و مخلفاتمون ماست بورانی و زیتون پرورده همراه خورشت اناربیج و برنج با ته‌دیگ زعفرونی زودتر از کبابا اومد روی میز. ازشون خواسته بودم کباب‌های مد نظرم رو داخل یه سینی سرو کنن که نتیجه خیلی سینی زیبا و وسوسه کننده شد. سینی که شامل یه سیخ جوجه کباب زعفرونی، یه سیخ کباب چنجه، یک سیخ جوجه ترش و یک سیخ هم کباب ترش بود. میدونید که همراه کباب همیشه یه خورشت هم سفارش میدم و این هم همون اناربیجه. تا فاکتور رو میبینی دوبار بزن رو صفحه و این پست رو لایک کن. راستی نظرم درباره غذاها رو تو کپشن نوشتم.